برادران عزیز و گرامی، الحال پیش من همین سحر 105 سوال نویسنده آوردند. من از همه شما معذرت میخواهم به خاطر آنکه بیشتری وقت مشغولیت های دارم، راستی هم مشغولیت دینی و هم مشغولیت دنیوی. از این لحاظ من دوست می داشتم که روزها در همین خانه باشم و برای شما همه سوال ها را در یک روز جوابم گردانم. اگر چنده که این ممکن این قدرت و این قوت را هم که نداشته باشم، لیکن باید با تنفس ممکن است که در یک روز 2 روز من جواب این سوال های شما را گردانم. ولی باز هم تکرارم که شود، بعضی مشغولیت ها گفتم زندگی هست، تکاپوی زندگی بسیار زیاد است. گفتی عزیزای خدا زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. از این لحاظ من احیانا برای شما وقت می آورم، باز در این سوال های شما جواب می گردانم. برادران عزیز و گرامی، یک سوال همین وقتهای آخر بی نهایت چی با طریق همون SMS میگیم، چی با طریق گفتگوی تلفنی، بسیار میپرسند که حاجی بابا در اطراف الله در کجاست؟ از زمانی که میگد شما جواب بر بعضی نفرهایی که اونها برای الله مکان قائل بودن و میگفتند که الله در عرش است یا بالای عرش است یا در عرش قرار گرفته است، ما که به اونها جواب گردانیدیم از مفسرای گرامی، از ائمه چهارگانه، وقتی که ما جواب میگردانیدیم، در حقیقت من وقتی اینترنت هم میکشایم از تمام دنیا همون نفرهایی که اعتقادشون بر همین است که الله مکان دارد، چی نوارهایی را تیار میکنند در برابر من میگذارند. بعد یک عالم از عربستان میمانند، یک عالم از افغانستان میمانند، یک عالم دیگرش از خورستان میمانند که اونها بیان میکنند که هر کسی که گوید خداوند منزه از مکان است، یعنی به مکان نیاز ندارد، اینها جاهلند، اینها بی علمند، حتی به کلمه کفر میبرند. ولی برادران عزیز و گرامی، من به همه شما مراجعت میکنم، شما دانسته باشین که اگر بسیار دغلی بد نشود، اگر کور نباشین، من کتابهایی را که برای شما میخوانم یا آیتهایی را که من برای شما معنی میکنم، شما مراجعت کنین بر همون آیتها، بر همون کتابها. و اگر به شرط کار نباشید، من هر یک سخنی را که میگویم ادرسی او را میگم که کی برای ما این سخن گفته است. از این لحاظ اگر تمامی همون نفرهایی را که شما نام میگیرین، چه از ابن تیمیه باشد، چه از مولانا عبدالقدوس باشد، چه از کسی نباشد، برادر عزیز و گرامی، همه اینها را جمع کنین، خاک پای امام ابو حنیفه نمی شود، خاک پای حضرت امام شافعی نمی شود، خاک پای این مفسرهایی که ما و شما داریم، چی جناب گویم ابن کثیر و چی جناب بیضاوی و چی جناب وهبه زهیلی و چی ابن حمام که در تفسیرهاشون بیانهای زیبا کردن، همون آیتهایی را که شما دلیل میارین، اینها خاک پای اینها نمی شود. برای همین حاجت نیست برادران عزیز که کسی را میارین نمیارین، ما در همون اعتقاد خودمان
که الله مهربان منزه از مکان است. الله مهربان نیاز به مکان ندارد. این است برادران عزیز و گرامی، شما دانید که عقیده من شخصا و عقیده گویم نفرهایی که پیروی از مذهب امام ابو حنیفه میکنند، ولی من نفرهایی را در اینجا برای شما نام میگیرم، همین است که الله مهربان با علمش، با قدرتش، با خبرش در همه جا هست. از این لحاظ شما مهنت بسیار نکنید، زحمت بسیار هم نکشید. من انشاءالله گمانم همین است که شما امروز پیروای مذهب ابو حنیفه را که 1300 1400 سال شد پیروی از این مذهب میکنند، شما با این 2-3 نفری که گویم دلیل میارن و حجت میارن، با این نمیتوانید که عقیده اینها را شما دزدی کنید. شما نمیتونید که در ذهن اینها یگان فهم دیگر را جای کنید. انشاءالله از خدا امید است. برای همین ما دیدیم که شما را ملامت نمیکنیم، دیدیم که ما شما را مثال چخیلی که شما گمراه میگین، جاهل میگین، مثال کافر میگین، ما این گناه نمیکنیم که ما رنگ شما بیادب نیستیم که ما رنگ شما مقصد دل سیاه و نیت بد نداریم که. برای همین شما هم مردک شوین برادرای عزیز. شما هم آن چیزی را که عزیزای خدا گفتن اینجا وقتی شما میگین که آن چیزی را که من میگویم که الله منزه از مکان، به مکان نیاز ندارد، شما در راست من نه، در راست تمام پیروای ابو حنیفه، خود حضرت امام ابو حنیفه و جمیع مفسرها را شما تحقیر دارین. شما اینها را جاهل میگین، شما اینها را اهل بدعت و کفر در مثال میخوانین، اینها را میگین، ما را نه. ولی مادامی که مقصد از بیادبی شما و از نامردی شما که من آگاهی دارم، زین خاطر من هیچ وقت برادر عزیز ای شما خفه نمیشم. برای همین شما گوش کنین که مراد از اینه که آیا الله مکان دارد یا ندارد، این شما از قول علما گوش کنین که چی میگن. برادران عزیز و گرامی، اکثرا دلیل هایی را که ببینین در از زبان همون استازاشون بگیم پیراشون میارن، الرحمن علی العرش استوا، صدق الله العظیم. از این سوره مبارکه، از این آیت مبارکه استدلال میکنن که الرحمن علی العرش استوا، یعنی اینها چی میگن؟ اینها میگن که این آیت، این حجت که خداوند بر عرش ببینین قرار گرفت. ولی ما برادران عزیز میگوییم که این آیت این معنا را ندارد. این را من نمیگویم، باز حاضر میخونم برای شما. یعنی اینجا گپ در سر همون کلمه استوا میرود. میفهمین؟ ببینین گپ همه جنجال و همه برادرای عزیز این همین اختلاف ها سر کلمه استوا. از این لحاظ استوا را برادرای عزیز اینجا من برای شما ببینین. قال الامام شافعی، جناب امام شافعی برادران عزیز که شما میدانید که من حتی هفته گذشته گفته بودم که ای جناب امام بخاری سرکردگی، همین 6 کتاب مشهوری که داریم، جناب امام مسلم، ببینین ابو داود، نسائی، ابن ماجه، اینها هم همین 6 کتاب مشهور و معروفی که ما داریم، همه اینا پیروای مذهب امام شافعی هستند. اگه شما برادرها بهاتین که یعنی وقتی اینها همچون یک شاگردای امام شافعی هستند، خود امام شافعی در گرد کلمه استوا چی میگن؟ همین استوایی را که اینها میگن که معناش همین است که خدا در عرش قرار گرفت، همین را آیا امام شافعی هم عقیده همینا را دارد، اعتقاد همینا را دارد؟ میگد که قال امام شافعی هذه الآیه ای ثم استوى علی العرش، یعنی همین آیت، یعنی آیتی که ثم استوى علی العرش که
خداوند در عرش قرار گرفت، همین آیتی را که اینها میگن من المتشابهه، میگه این از آیت های متشابهات های. یعنی در کجا گفته است میرا؟ در فقه اکبرش، امام شافعی در کتاب فقه اکبرش گفته است که همین کلمه استوا از چی است؟ از آیات های متشابهات. برادرای عزیز، آیات های متشابهات یعنی چی؟ من برای شما عادی کرده ساده کرده فهمونم. میگه در قرآن عظیم الشان، در قرآن عظیم و احادیث های پیامبرمان یک عده، یک چند آیت یا چندین حدیث های در وصف الله مهربان وارد شدگی است که ظاهرا مشابهات خالق را به مخلوق افاده میکند. یعنی اون آیات و احادیث صفت را برای الله اثبات میکند که از نظر لفظ شبیه و شریک و هم لفظی بین که هم لفظی صفت انسان است. یعنی آیات ها و حدیث های هست برادران عزیز و گرامی که در وصف الله میگه، در وصف الله وارد شدگی. اگه ظاهری اما آیت ببینی میگه، ظاهری آیت ببینی، ظاهری آیت میگه یا ظاهری همو حدیثی را که آمده است در وصف الله مهربان میگه شبیه مخلوق داره. مثل که در قرآن آیت های الوجه آمده است. وجه فتا رویا میگن. ولی ببین در سوره الرحمن الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرحمن کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. الله چی گفت در این آیت؟ میگه همه آنچه در دنیاست همه نابود میشود و یبقى و باقی میماند. چی؟ وجه ربک. وجه این کلمه عربی است و تاجیکی خودمان روی میشود. ببین و باقی میماند، ظاهری آیت اگر بگیری باقی میماند روی خدا. آیا ما میتونیم در یگان جا معنا کنیم که باقی میماند روی خدا؟ نه برادر عزیز، همین نفرهایی که دعوا میکنن کلمه استوا را به معنای قرار گرفتن میکنن، همین را پرس که همین وجهی که در همین آیت این از سوره الرحمن آمده است، همین را چی میگن؟ روی خدا میگن؟ نمیگن، زیرا این را آیت متشابهات میگن. یعنی بین که بعضی از همون آیت هایی که در وصف الله وارد شده است شبیه مخلوق داره، یعنی روی در مخلوق هم هست. لیکن اینجا میگن که نه، اینجا مقصد ذات خدا است. همه آنچه در عالم است نابود میشود مگر ذات الله باقی میماند. ببین در اینجا معنا، یعنی آیت ظاهرا روی بود، وجه بود، نه که تعویلش میکنن. تعویل چیه؟ تعویل یعنی معنای دیگر کردن. همین آیت های متشابهات باید تعویل شوند. مثل که الحال این ما تعویل کردیم و یبقى وجه را ذات اقدس الهی گفتیم، نگفتیم روی خدا باقی میماند، گفتیم ذات الله باقی میماند. انا را میگن آیت های متشابهات و اینها تعویل یعنی معنای دیگر کرده میشوند. ببینید حدیث دیگر داریم، حضرت عبدالله ابن عمرو میارش، جناب امام مسلم میاره، میگه این قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن. پیامبر ما چی میگه؟ همه دل فرزند آدم در بین انگشت الله میباشد. انگشت، اصبعین، ببین دو انگشت گوییم، دو انگشت الله یا در بین انگشتان الله، من اصابع الرحمن، در بین انگشتان رحمان است. که قلب واحد، در بین، اگر ما خیلی کنیم انگشت این غلطه، ما حتی با انگشت وقتی درباره انگشت گپ میزنیم انگشت خودمون باید میگه اشاره نکنیم، زیرا که خدای مهربان چی گفته است؟ الله مهربان گفته لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. سوره شورا آیت 11 خدا میگه که هیچ چیز همانند من نیست. وقتی روی میگن کیفیتی او را شما معنا نکنین، یعنی کیفیتش مجهوله. روی یعنی چی؟ الله میداند، کیفیتش الله میداند. ببین بین انگشتان الله میگیم، نمیشود بگیم که بین انگشتامون نشان دهیم. که همه را پرسین که وقتی گپ در سر انگشت الله میروه معناش چیه؟ اگر بگن
انگشت اینمی انگشت ایارا اهل مشبهه و مجسمه میگن. برادرای عزیز، انمی نفرایی که امروز خداوند در عرش میدانند یا از گروه مشبهه، ببینین مشبهه و مجسمه، یعنی خدا را شبیه مخلوق میدانند و همچنان مجسمه که خداوند جسم قائلند. اینها یک گروه مشبهه و مجسمه یکی از گروه های بسیار گویم خطرناک و اینها را بسیار ناسزای زیاد گفتگیان. در حق این گروه ها بسیار ناسزای زیاد گفتگیان. اینا بسیار اشتباه و خطا و گویم بسیار جرم کلانی در دین کردند که خداوند شبیه مخلوق کردند، همانند مخلوقش کردند، خداوند الله را به جسم قائل شدند. میگه در بین انگشتان رحمان مثل یک قلب واحد، مثل یک دل همه بندگان در بین انگشتان الله مثل یک دل است. بعد میگه یصرفه حیث یشاء، ببین دیگرگون میکند این دلها را هر جانبی که الله بخواهد. وقتی پیامبرمون میگه این حدیث گفتن اللهم مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، گفت ای برگرداننده دلها، ای دیگرگون کننده دلها، قلب مرا همیشه در راه دینت ثابت قدم یا استوار نگه بدار. ببین برادرای عزیز، اینها را میگن آیات های متشابهات، مثل که کلمه ضحک آمده است، خندیدن. ما در حدیث داریم که الله مهربان به حال دو نفر میخندد. آیا می خنده ای که مخلوق است امینه؟ نه. چندین حدیث آمده است، آیات آمده است الله شاد می شود. آیا مثل شاد شدن مخلوق؟ نه. الله غضب میکند. آیا مثل غضب مخلوق شد؟ نه. برای همین برادرای عزیز، همین کلمه استوا هم شما دانین که معنای استوا معنای چند معنا میتاد. ببین در لغت عرب برادرای عزیز، در لغت عرب معنای استوا را چی میگیرد؟ میگه در لغت عرب فعل استوا یعنی وقتی با حرف علا میگه. ببین اینجا در الرحمن علی العرش استوا یعنی کلمه علا آمده است. میگه در فعل در لغت عرب ها میگن ایرا، میگن وقتی که اگر کلمه علا در استوا اگر به شرط یک جای بیایند، میگه ببین چند معنا میگیره. یک معناش استقره به معنای قرار گرفت، یک معناش تملکه به معنای مالک شدن، ببین یک معنای دیگهش استولا به معنای حکم فرما و مالک شد، یک معنای دیگهش علا و ارتفع بلند شد، بالا شد، برتر شد. انا این است برادرای عزیز معناهایی که مقصد در گرد یک کلمه استوا. شما این قدر حاضر در معلومات بگیرین که این از آیات های متشابهات است و تعویل می شود، یعنی معناش تغییر پذیر است. چگونه که ما معناهای روی، معناهای انگشت، معناهای غضب، معناهای خرسندی، معناهای شاد شدن خدا، همه اینها را کیفیت الله میدونه. یارن شاد شدن و غضب شدنش مثل مخلوقش نیست، زیرا الله آیت در گفت که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، خداوند شنوا و بینا هست، ولی به هیچ چیز الله را مانند کردن، تشبیه دادن، شبیه هیچ چیزی کردن این برادر عزیز ممکن نیست. انا که بیایم برادر عزیز در کتاب عقیده میبینیم، میگه خب در زبان عربی میگه استوا 5 معنی دارد. ببین در 5 آیت برادرای عزیز شما خوانین اکو خوب اهمیت بدین. من 5 آیت از قرآن آیاتاشو میخوانم، همین کلمه استوا ولی در 7 جای قرآن در 7 جا 7 معنا آمدگی. مثال نگیریم. یکم آیت سوره هود آیت 44 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استوت علی الجودی. انا که این درباره برادر عزیز کشتی حضرت نوح می رود. خداوند گفت که وقتی که الله امر کرد زمینه که آب مقصد به خودت بگیر، یعنی چکنی که آب ایتاری تدریجاً میده آب زمین میکشش، نه یک باره گفت مقصد
فروش بر چه که آدم آب مینوشه زمین امر کرد در آب فرو بر آب فرو برد کشتی میگه قرار گرفت. انا اینجا ببین در اینجا معنای استوا در آیت سوره هود آیت 44 به معنای قرار گرفت کشتی حضرت نوح وقتی که آب از زمین فرو که برد طوفان که تمام شد کشتی قرار گرفت. اینجا به معنای قرار گرفتن میایه. آیت از سوره فصلت آیت 11 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم استوى الى السماء وهي دخان. برادر اینجا کلمه استوا آمد. اینجا چی معنی داره؟ میگه وقتی که الله مهربان آسمان به این شکلی که حاضر هست نه حاضر میبینیم آسمان بالاش پر از ستاره ها و با چیزهایی که در همون آسمان باشه و همش خدا علمش میدونه. میگه که این اول آسمان نبود و هی دخان خدا میگه یک دود بود. دود نمی یک چیزا که میسوزی دود دارد کو همین آسمان میگه به شکل دود بود. انا که اینجا دا بین خداوند پیش از آنه که ای را به طریق همین دوده به همین آسمان امروزه به همین شکل کنش میگه ثم استوى. اینجا دا به معنای قصد کرد و اراده کرد یعنی اراده خدا و قصد خدا بین و این بود که من باید این دود را به همین آسمان با همین شکل آسمان بگردانم. اینجا به معنای قصد و اراده آمد. سوره قصص آیت 14 اینجا هم کلمه استوا ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما. ببینین یعنی اینجا چی بود؟ اینجا گپ در سر حضرت موسی می رود. خدای مهربان میگه که وقتی که ولما بلغ وقتی که حضرت موسی یعنی عمرش الکی اشده یعنی عمرش الکی بسینی بگیم که چی بگیم یعنی وقتی که بسینی از 18 تا 30 را میگن و وقتی که حضرت موسی به همین سین رسید میگه اینجا در معنای کامل شدن و استوا عقلش کامل شد. یعنی وقتی که حضرت موسی را بگیم عمرش به 40 که رسید وقتی که عمرش به 40 رسید و استوا اینجا میگه کامل شد عقلش. اینجا کلمه استوا به معنای بین کامل شدن عقل حضرت موسی آمد. این سوره قصص بود آیت 14. بعد سوره طه آیت 5 که بیشتر همین را دلیل میارن میگن که الرحمن علی العرش استوى یعنی چی خدای مهربان بر عرش بلند شد بالا شد. اینجا ببین با معنای علا و ارتفاع را گرفت. دیدین برادر عزیز در همین آیت هایی که من خواندم اینا 1 آیت 2 آیت 3 آیت ببینین اینا 4 آیت باز در اینجا آیت های دیگر هم دیدم که حتی در سوره مبارکه فاطر آیت 19 لا یستوی الاعمی والبصیر اینجا دامه کلمه استوا اینجا با برابر نیست آدم نابینا با بینا. باز اینجا آیت سوره نجم آیت 6 فاستوى و هو بالافق الاعلى اینجا دابین فاستوا را به معنای سپس راست شد و ایستاد اینجا با معنای دیگر گرفت. برای همین در هر یک کلمه استوا برادرای عزیز و گرامی معناهای دیگر ایستادگی است. هر یک کلمه استوا معنای مثال دیگری دارد. اینا نمیشود برادرای عزیز که ما در حال همچون یک معنای مقصد استقرار را بگیم قرار گرفت. دیدین که در 5 آیت 5 معنا میده و برادران دانین که یعنی بالا و بلند و برتر است و دیگری بلند شد میگه و برآمد. علما معنای اول را یعنی بالا شد و برتر شد میگه ایرا به علو مقامی و معنوی. برادران خوب اهمیت این بسیار مهمه. یعنی مقامی چی بوده است؟ ایرا میگه که علو مقامی و معنویش میگن و معنای ثانی را بر یعنی علو مکانی و حسی لیکن گپ در سر همین علو مقامی و معنوی میراد. یعنی بالا و بلند شد بر مثل بلند شدن یعنی وقتی که ما میگیم الله بالا شد و بلند شد مثل یک پادشاه میگه یا سلطان بر رعیت خیش
اینجا یعنی علو مقامی است. مثال برادر عزیز شما بینین بسیاری از مردم در همین بسیاری از مردم اگر دیده باشین چی میگن؟ میگن که دعا میکنن که ای خدای مهربان همین بالای سر ما باشی. دیدین؟ یعنی بالای سر ما باشی معناش در بالای سر مردم نشسته نیست. بالای سر ما باشی یعنی معناشون قائلی به یک مقامی تن، به یک مرتبه تن که خدای مقام و مرتبه را به تو داده اگه بالای سر ما خدا نگه بداره. برای همین وقتی که کلمه سری بالا می رود و بلند می رود ایرا علوی مقامی ما میگیم، نه علوی مکانی. یک آیت دیگر هم برادر عزیز من برای شما معنا کنم، بعدا انشاءالله در اینجا صحبت قطع میکنیم. یک آیت دیگر هم بسیار معنا میکنند. این تفسیر انوار القرآن است. برادران دانید که انوار القرآن از 3 تفسیر عبارت است. یکی فتح القدیر از جناب امام شوکانی، یکی ابن کثیر دمشقی، ببین تفسیر ابن کثیر دمشقی که معروف و مشهوره. سوم ای تفسیر منیر از وهبه زهیلی. 3 تفسیر در همین کتاب انوار القرآن جمع شده. یک آیت بسیار دلیل میارن که این هم میگه با عرش بودن خدا های. من برای شما ای سوره ملک تبارک الذی بیده الملک میخونیم. آیت 16 امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور. ببین معنای آیت اگر ظاهر شبینیم، ظاهری آیت میگه آیا از آن کسی که در آسمان است امین شده ای که شما را در زمین فرو برد. یعنی ببین معناش که تفسیر انوار القرآن ای 3 تفسیر چی معنا کن؟ میگه او خداوند است زیرا اعراب عربها بر این باور بودن که حق تعالی در آسمان می باشد. باور عربان میگه به همین بود که خدا در آسمان است. آره آیا امین شده اید از اینکه شما را مانند قارون در زمین فرو برد بعد از آنی که زمین را برایتون رام گردانید. ظاهر ببین ظاهری آیت آیا از کسی که در آسمان است از اون مقصد در امین شده اید؟ مقصد از او یگان ترسی ندارین از او خدایی که در آسمان است. دوامی آیت ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر. آیت 17 هم یعنی سوره. آیا از کسی که در آسمان است امین شده اید که بر شما حاسب بفرستد؟ حاسبش برادر همین سنگ هایی که به قوم لوط فرستاد و سنگ هایی را که اصحاب فیل وقتی آمدن کعبه را چپه کردند خداوند پرنده را روان کرد و سنگ ها قد سنگ بارانشون کرد. میگه خدای مهربان اینجا آمد آیا از کسی که در آسمان است امین شده اید که بر سر شما شاید سنگ را روان کند؟ انا که در تفسیر برادرها ببینیم مفسران میگه مفسران در معنی امنتم من فی السماء آیا از کسی که در آسمان است امین شده اید چی گفتن؟ گپشون گوش کنید. یعنی آیا از خداوند امین شده اید که قدرت او در آسمان نافذ است، نه قدرت بتانی که شما در زمین میپرستید. یعنی از اللهی که نمیگه از خدایی که در آسمان است، از اللهی که قدرتش ببین از اللهی که قدرت او در آسمان حکم فرماست. این خیلی معنا میکنه. با علم این خداوند هم در آسمان هم در زمین است. ببین میگه با علم با اینکه الله هم در آسمان و هم در زمین است چنانه که میفرماید آیت قرآن گوش کنید و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. این سوره زخرف آیتی برادر عزیز آیت 84 خداوند چی گفت؟ اوست آن که در آسمانی خداست و در زمینی خداست و اوست فرزانه و دانا. یعنی این الله هم در آسمان است و هم در زمین است. برادر عزیز هم در آسمان میگه و هم در زمین است و این الله بسیار ذات داناست. این هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. امام رازی چی میگه؟ امام رازی در رد به فرقه مشبهه، خیلی که من مشبهه مجسمه گفتم، ببین در رد اینها در مقابل اینها امام رازی که مفسر قرآن چی میگه؟ با استناد به این آیت امنتم من فی السماء بر اثبات مکان برای خداوند متعال استدلال کردن. میگویند که حمل این آیت بر ظاهر آن با اتفاق مسلمین امکان ندارد.
امام رازی گفته است که اگر کسی همین را دلیل بیارد که همین آیت که الله در آسمان است، میگه با اتفاق جمیع مسلمان ها این سخن شما میگه نادرست است. ایرا امام رازی میگه، ایرا حاجی میرزا نمیگه. زیرا این امری که خدای عزوجل در آسمان باشد مقتضای آن است که آسمان از تمام جوانب با او محیط باشد. پس صورت پس این که ببین چی میگه وقتی که اگر شما خداوند در آسمان قائل باشید، پس اینجا در بسیار یک عقیده خطرناک پیدا می شود. خداوند هیچ چیز فرا گرفته نمیتونه. پس میگه معناش همین است که یعنی خداوند از آسمان خورتر بوده است که در آسمان جای گرفته است و دیگر اینکه آسمان از عرش بزرگتر و عرش از آسمان کوچکتر بوده است، حالا که عرش بزرگترین مخلوق است. وقتی میگه شما که بگین الله در آسمان است، شما بر الله محیط قائل میشه، حالا که خداوند هیچ چیز فرا نمیگیره. یعنی گفتن یعنی خداوند جهت ششگانه فرا گرفتن نمیتونه، راست چپ تار پایان بین اینها خداوند فرا گرفتن نمیتونه. زلیاز وقتی که آدم خدا را در آسمان قائل شد میگه، یعنی امام رازی میگه آسمان از خدا بزرگتر بوده که بین نعوذ بالله الله مثال خورتر بوده است که آسمان او را برده است و آسمان از عرش بزرگتر بوده است، حالا که الله میگه بزرگترین مخلوق من عرش است. برای میگه این اعتقاد نکنید و با این آیت میگه شما اثبات کردن نمیتونید که الله در آسمان است. این است برادر عزیز، من برای شما اندکی از بعضی دلیل ها و حجت های آوردم که همون در آخر همون گفت یا نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیشی کور است. برای آدمی برادر عزیز میفهمیدگی همینش بس است که اون چیزی را که گوش کرد از همین جا اگر درک کرده باشد. بار دیگر میگویم برادرها، خودتون مانده نکنین، هر یک نفری را دلیل و حجت نیارین. ما دلیل و حجت همون هست. اللهی که ما او را میپرستیم عبادت میکنیم، الله ما منزه از مکان است، نیاز به مکان ندارد. الله ما هیچگاه شبیه چیزی نیست. الله ما جسم نیست. از این لحاظ دانیم که اعتقاد ما، عقیده ما برادر عزیز بر همین است. او تهمتی را که در راست ابو حنیفه کردن که گوید که پرسند که الله در کجاست، بگد من نمیدانم، انشاءالله اگر برای اونم لازم شد من سخن ابو حنیفه چی معنا دارد اونش هم برای شما با معنا میکنم. الله در پناه الله مهربان باشید. خداوند ما و شما را حفظ کند و الله مهربان همین راهی را که ما و شما انتخاب کردیم در همین راه ما و شما را ثابت قدم نگه دارد. باز هم از الله دعا کنیم که محبت های ما را، میل های ما را به سوی دینش زیاد گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.